فکر میکنی مشکل تو رفتار کس دیگه است، سوال از جای غلطی شروع شده. مشکل تو هیچ وقت رفتار آدمای اطرافت نیست. هیچ وقت. رفتار آدمای اطراف داره به تو نشون میده که کجای کارت میلنگه، کجا هنوز احتیاج به کار داری. اگر رابطه‌ای که توش هستی خوشحالت نمیکنه، معلومه خوشحالت نمیکنه. رابطه قرار نبوده خوشحالت کنه. رابطه کارش خوشحال کردن تو نیست. خوشحال کردن تو وظیفه توئه. رابطه وظیفش نشون دادن جاهاییه که تو هنوز احتیاج به کار داری. نشون دادن اینه که هنوز صبر، پذیرش، آرامش، فهم این که آدما تحت کنترل من نیستن. آدما اختیار دارن هر جوری دلشون میخواد رفتار کنن، هر جوری. معنیش این نیست که عواقبی نداره. عواقبشو خودشون میپردازن. من کنترلی روی رفتارشون ندارم. من هیچ خواسته‌ای به هیچ عنوان از هیچ کس نمیتونم داشته باشم. تموم شد و رفت. یک بار برای همیشه این قرص تلخو بخوریم. هر موقع فکر میکنی مشکل تو رفتار کس دیگه است، سوال